أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله الحكيم في القرآن الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نخست حضور همه مسئولین محترم، علما، مجاهدین عزیز و ژورنالیستان، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و بعد همگی شما دوستا و بزرگارا در این همایش بزرگ که موضوع مرامش به شما معلوم است، شاید از سخنان و از برنامه مجلس شما برداشت و درک کردین که هدف از اجتماع و مجلس چی بوده، که محفل محکومیت و تقبیح نمودن تجاوز سرخ قشون شوروی علیه ملت افغانستان. همگی ما را تشریف آوریتان را خوش آمدید و خیر مقدم عرض میکنیم. الله پاک در قبال زحمات و قدمات شما حسنه و اجر و پاداش بس بزرگ نصیب بکند. از اینکه وقت کمتر داده شده کوشش میکنیم که انشاءالله سخنان خود و طور خلاصه و فشرده به شما عرض بکنیم. دوستای عزیز، که ملت افغانستان یک ملت قهرمان و شکست ناپذیر و تسلیم ناپذیر ملت است. افغانستان دارای یک عقیده موحد مستحکم و ملت افغانستان ملت مجاهد و علم پرور و وطن دوست مردم هستند. امروز خوشبختانه که ما همو عقیده خود، وحدت خود و مجاهدت مبارزه خود انشاءالله به نمایش در دنیا گذاشتیم و امروز ما جشن محکومیت و تقبیح تجاوز شوروی و انگلیس و آمریکا با شمول همپیمانانشان را الحمدلله برگزار میکنیم. این همانا واقعیت آزادی و استقلالیت و حریت ما افغانا را نشان میدهد که بسیار از ملت ها هستند که لاف از استقلال و آزادیت و حریت میزنند، لکن در حقیقت گپشان شعار است و دروغ بس، دیگه چیزی نیست. لکن اینجا جای افتخار و شکر است الله پاک را که و افتخار برای همه ملت افغانستان و خرد و بزرگ، زن و مرد، پیر و جوان است که استقلالیت، آزادی و حریت از آن ما است. ما با خون خود، با مال خود، با جان خود مبارزه کردیم و ثابت کردیم که ما افغانها جز از حریت، بندگی و بردگی را نمیخواهیم و نخواستیم. افغانستان یک موقعیت مهم و استراتژیک در کشورهای آسیای میانه هست که خیلی از اهمیت بزرگی برخوردار است، که همانا مولانا اقبال رحمت الله علیه که اونا تعبیر کردند که حیثیت و جایگاه افغانستان در کشورهای آسیای میانه را که آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکار دل است. دل که آزاده است و آزاده است تن، ورنه کاهی در ره باد است و تن. از فساد او فساد آسیا، از گشاد او گشاد آسیا. این همه جایگاه و اهمیت افغان و افغانستان را و افغانها را در دنیا و خصوصا کشورهای آسیای میانه ثابت کرده و می کند که تاریخ شاهد و گواه است برای. لذا دشمنان این وطن، دشمنان این ملت شب و روز کوشش کردند و تلاش به خرج دادند و بسیار دنیاهای خود، قدرتهای خود سرمایه گذاری و مصرف کردند که
تا افغانستان را زیر سلطه و اشغال خود قرار بدهند. اما اونا در یک فکر و یک خیال و یک خواب بودند که بعدا تعبیرش حال دانستند که این همه چیزی ما یک خواب و خیال بوده که حقیقتش اونا نرسیدن و نمیرسند. اونا هدفشان این بود که ما افغانستان را اشغال بکنیم، افغانستان به کنترل ما باشه، زیر سلطه ما باشه، پس آسیای میانه زیر تصرف ما است و ما میتونیم که به تمام دنیا دسترسی داشته باشیم. که بعد از اینکه اینجا آمدن با مقابله افغانها با مرزه افغانها که روبرو شدن، باز فهمیدن که این همه فکرشان خواب و خیال بوده. بس از اینکه ما وقت شما را کوشش میکنیم که زیاد نگیریم، بیشتر بزرگا در مورد مسائل روز و سیاست و شرعی نظام و وحدت همگی صحبت کردن. چیزی اوقع ضرورت باقی نمانده که ما روی از او صحبت بکنیم، از اینکه نسبت به مترتبی که از طرف دوستا و منجی برنامه در نظر گرفته شد ما را درخواست کردن، ما حضور پیدا کردیم. یک نکته را می‌خواهیم نظر به آیه‌ای که به حضور شما تلاوت و قرائت کردم و اشاره داشته باشم. الله پاک در قرآن عظیم الشان برای مسلمان‌ها حکم و دستور صادر می‌کند که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم. که ای مسلمان ها، شما به دین الله، به رسمان الله، به نظام الله چنگ بزنید و تفرقه و اختلاف ایجاد نکنید و شما نعمتهای الله که بالاتون سرازیر شد، نعمتهای الله که به شما شامل شده و رسیده او را به یاد بیاورید. چون شما وقتی بودید که با همدیگر بغض و عداوت و کینه و دشمنی داشتید، لکن الله بین قلبهای شما و بین جامعه شما و نظام شما الفت و وحدت، صمیمیت را آورد. واقعا ما در ترجمه و تفسیر این آیت اگر درست فکر بکنیم، ما همگی و وطن ما و نظام ما و حالت ما مصداق این آیت شده بود و بعد از الله همان انس و الفت و صمیمیت و وحدت و برادری را نصیب ما ملت و نصیب ما افغانها کرد. الله حکم کرده بود که شما تفرقه و اختلاف ایجاد نکنید، که به اساس دسیسه و استعمار دشمنای وطن و افغانها و دشمنهای دین و عقیده ما تفرقه و اختلاف ایجاد شد. یک در افغانستان، ما خودم یک وقت در رادیو از طریق رسانه شنیده بودم که 56 حزب رسمی در افغانستان وجود دارد که سالهای خیلی پیش بود. شاید بعد از اون که چند حزب دیگه هم رسمی شده باشه که احتمال دارد، او که رسانه غیر رسانه‌ای هم که زیاد بود. پس در پشت 56 حزب رسمی شاید که اگر یکی حساب بکنیم 56 کشور، اگر 2-3 حساب بکنیم شاید که 100 و چند کشور میشه که وجود داشت و همه تلاش میکردم و استعمارشان و تمام قوت و فکر و ذهن و عقیده اونا همین بود که ما افغانها را زمان شکست میدیم و اینا را به سلطه خود ما در میاریم، ما به قبض خود میگیریم که ما افغانها را در بینشان اختلاف ایجاد بکنیم، وحدت اینا را خراب بکنیم. با آنکه اونا تا جای موفق شدن که بین مسلمان های افغانستان حزبا و گروه ها و تعصب به اوج رساندن که سبب اختلاف بزرگ بین مسلمان ها و وطن افغانستان شد که ما و شما از این چقدر رنج بردیم و چقدر تکلیف و دربدری و آوارگی ها را ما و شما متحمل شدیم. که در مدتی که امروز ما و شما از 44مین سال روز تجاوز شوروی در افغانستان که شاید پیشتر از او که تجاوز انگلیس بوده، که از او به این طرف چند سال است که ملت افغانستان زیر استعمار و اشغال فکری و فیزیکی دشمنان اسلام و وطن قرار گرفتگی بود. که ما واقعا از مشکلات ها چقدر که اگر صحبت بکنیم این شاید خلاص نمیشه و کفایت نمیکنه که، اما این که ما خودمان
و علما بزرگا کلان سین و رئیس‌سفیدات داریم که در این مجلس انشاءالله حضور دارند که همگی شاهد حال هستند. چیزی که عیان است ضرور به بیان نیست که اشغال افغانستان و آوارگی و خستگی ملت افغانستان که یک چیز هویدا معلوم است در دنیا که همگی تماشاگر و نظاره‌گر بودند، لکن ملت افغانستان بود که رنج و تکلیف و غم اینا میکشیدند. تا اندازه‌ای که دشمنان وطن و اسلام و افغانها کوشش کردند که چقدر علما داریم، ما دانشمندا داریم، متخصصین داریم، ما اهل تجربه و سیاستمدارا داریم، همگی را نابود کنند، از بین ببرند. لکن ای که از فیصله الله، از نصرت الله، از غضب الله اونا غافل بودن و مغرور همو پول و قدرت و ثروت و شان و شوکت فرعونیتی که داشتن با اون توکل و اتکا کرده بودند. لکن الله متعال در نتیجه که وعده الله بود که الا ان حزب الله هم الغالبون والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین ان تنصروا الله ینصرکم. از این فیصله و اعلان خداوندی اونا غافل بودند، فکر نمی کردند که شاید الله مثل که طیران ابابیل را با توسط پرنده از بین برد، نمرود را توسط پشه از بین برد و همچنین فرعون و اینا را توسط حضرت موسی علیه السلام بچه یتیم و صغیری که در خاندان فرعون تربیه بزرگ شده بود الله توسط از او از بین برد و باقی دشمنانش الله هلاک کرد، نابود کرد. اینا فکر نمی کردن که ملت افغانستان با این عقیده و با این شهامت و همت و عظمت و توکلی که عقیده‌ای که دارن کامیابی و فیروزی از آن اینا است. اینا در این فکر نبودن. امروز افغان ها است که درس عبرت را برای غلدرها و فرعونهای جهان دادگی هست. امروز افغان ها است که تمام دنیا انگشت الگو و سرمخش و سرنوشت را از افغان ها میگیرن. با شما از گذشته ها درس عبرت بگیرید. چیزی که پیشتر بزرگان اشاره کردن و صحبت کردن روی مسئله شکر نظام، شکر امنیت، شکر وحدت. باور کنید جای بسیار تعجب است، خیلی جاها جای فکر است، جای اندیشه است. بعد از فکر و اندیشه و ما شکر واقعی بکنیم باز ما میفهمیم که الله چه نعمتی را برای ما نصیب کرده است. بعد از اینقدر کشمکش ها، دربدری ها، اختلافات، تنظیمات، قتل و قتال ها که باز افغان ها این صمیمیت و برادری را گرگ و گوسفند از یک جا آب میخورد. کسی احساس نمیکنه که او دشمن ما بود، کسی احساس نمیکنه که او دوست ما بود، او دشمنه. چرا؟ همه به اساس عقیده، به اساس قرآن، به اساس دین و مذهب پیش میرن. دیدگاه همه کی است؟ قرآن است و دین و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. در خود ما مردم که وقتی که در سنگر می بودیم ما می گفتیم که شاید این دشمنی ما، این مبارزه ما، این جنگ ما با این مردمی که با ما مقابل است این ختم شدنی و خلاص شدنی نیست، که شاید ما از دنیا بریم لکن این مشکل حل نشود. لکن الله فیصله و الله را خاص ارادهش، الله را فضل و کرم و نعمتش به ما و شما واقعا میسر شد که این همه مشکلات را الله ختم کرد، فیصله کرد، خاتمه داد، که امروز همه که در فضای صمیمیت و برادری است. ما بیشتر از این باید ما درس عبرت بگیریم و بیشتر از این ما باید ما که هماهنگی و ارتباطهای معنوی و مادی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی خود ما در تمام اقشار مختلف جامعه باید ما مستحکم و استوار بسازیم تا اینکه همه افتخارات ما حفظ شود. ما بیشتر از این ما افتخارات به دست بیاریم که چون که نظام ما نظام اسلامی است.